ای منو گوش کنین این روز درسی ورزش فهمیدین نه ورزش چی با شما فرمای ورزشی نمیپوشین من روز که با خانه اومدم این شب جوگه دادم بخش شما چی با من خونه بنابیدم در جو میگردین اخشی تو چی من با خانه کپکتا سرت بمونه سطح شد دوست کپکتا برا گوش کنین همین حوز من پیش میسم چی حرکتی میکنم ای قبول من همو حرکت رو میکنم میفورد را که شکمتو خراب شوا شکم خراب شوا میفورد من اما گپی مرا میکنه فهم یک کاری ما رفتیم حال بسه ما اول حرکت بعد شما فهمیدین اول یک دو دیده سنا با ایسه با ایسه دیده سنا خیلی بعد رفتیم یک دو سه چهار یک هوپ هوپ پایده بوم بده بوم مرسی راگیما مرسی anam خیر بوم تاسس داریم anam خیر که را بوم بسیم که بگویم anam خیر بای تایتو کی؟ اینمی کی او؟ شما میخواهید که گرانسا مسکو قزاقستان گذر کنید البته بینیم رقم‌های مهاجران موحدین یک بار علاوه بگین چی گفتی میگم بو راست میگه کوچکا نام چی بود؟ شامرود من اینجا نام تا قید کردم موندم همون کاغذه که دادمون گرفتی؟ آنم را میبری یک لطه سفیدک ده میدولان خشو سوزان نرسه بو او پود نرسه بعد هم طرف دستی چپای روستیو که هم گردنه کشولش میکنی مایلا همون چیزای پارزی گفتم کو دونگی هم خیلی چیو را روغنی هم خیلی 3 روز پارز کرد بعد بو بیو سلام السلام علیکم اکای تبریک جون نازه سوزه کارو تو نازه شکر زندگی خوبه میشه باور کرد همین تمام جور گشتیم همین بچه ها مزاج گرفتگی دوباش نیفتیم بعد در رکلامای تلویزیون دیدیم بین دورو و دا پاردیفین و همین خیل چیو دا نمروی تلفنتون ادرسوی خونتون موندگی بود رکلام دا خیلی افتین خوش اومدی رحمت خدا این بیموره ها؟ بیمار این چی بیماریش چی بیماری داره؟ این همین شوا خمیره علوی بسیار گام میزنم علوی بسیار گام میزنم قرار نمیسته تو میخریسی اوس خوی یعنی باور که بزی با خیلی علوی گام میزنه هرچی گام زدن از جاش میپره میخیزه یا که وغاز کرده دوز زده یا که همه خیلی آروم نه همین میپره میخیزه با وغاز کرده میخیزم این ترسیدگی داره یکی از من یک چی مینویسم با این از هو درختای بسیار تباباتی ایده درختای تباباتی ریشوی هم رو ما جوشاندگیم هر بیماری که میآید همه را استفاده میبره برای ما را رکلام میکنیم که بیاین آنها را استفاده میبره پیش همین خوش همین دقیق میخوره از این نویستگی ما یا در دست راستش یا در دست چپش میبنده که در گردنش کشول میکنه بعد توقعش نمیمونید توقع خوب نره که یک بار ضرور 3 روز پارز ای دونگی انا روغنی تخم هم خیلی چیزای ممکن نیست پارزیده هم خیلی چیزای وزبینه نمیخوره خب نام چیه؟ خرسان این نامش زور بوده خرسان در زیق نمونید این باید همه خرسان بگردن شما پدرش میشه نه؟ بله نامی شما چیه؟ سعدی بسیار نامی زور نامی بزرگ چه عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار شما یوانیه؟ یوانی هم لحجه گبزن تو قرار گفتی برای همون
زنده باشه انا نویسگی مرا یا در دست چپ یا در دست راستش میبندی یا که کشول میکنه کشول میکنه فهمیدید بعد همون پاریزی گفتگی من استعمال کنم چند روز پس بیاییم ما 3 روز پس 3 روز پس تا 3 روز بعد خب. ای دودزنی هم میمونه انشالله ای پراپر ای جست نیم سکن سهر عبید بگم او همین وقتی خون میره کو پیش خون میره استعمال کنه خور رو کدوم وقتی خون میره همون وقت رحمت مایلش خوش اومدید خب سلامت باشید باید چه هم نمبر آمده بعد حقی کارتون چند سو میشه اگه حقی کارمون اولی امیره برده استعمال کنم و بیمار بعد 3 روز پس بعد گم میزنم حقی کاره بعد 3 روز پس 3 روز پس رحمت وقتتون چیز همت کنیم رحمت مایل خب رحمت سلام دوشی تموم اکو پریدی تموم خوب شفا یافتی سلامت باشی خوش اومدی همین طبیب کجا شی؟ نه همین طبیب اکا همین طبیب کجا شی؟ طبیب مایم اکا شما طبیب پوش جمعته تو خیلی مون درس رو؟ چیکار پاتینجا خدا می اون نیستی ما یوانی موجه بشین گپای بیا کو بیا تینجه تینجی بیا ها که تینجه چیکار پای باور که اکی طبیب جان او خیلی دارو بود او خیلی پرهیز بود یا بار که بهتر شی بچه ما اول علایی میخوام هرچی میگو و بعد استعمال داروهای شما همین خون میخواست دو زده وعاز کرده که همه میدوا همین قطعی اولا مردیم در ایده مشاهده داره کجایی میدوا ما مردیم همین میدویم هرچی ما در سکس زندگی نمیکردیم یکی باشه ما همین بالا خودشو میپرتو او نغز دوخی او همون تبابت انمو خیلی تبابت میشوه با همون دویدن پریدن جاهیدن همه برای تراش میگریزه او چی قدر که او بیمارش ما بچه خود میدوه شما منم خیلی ایدمش خیلی هنگا بدوین او سلامتی ده خوبه دویدن ما دویدن اوسه ما نفهمیدیم شما طبیب خلقین یا که معلم فیزکولتوره چای؟ سلام میفرستم باز هم از نام خودم الهام جان شادی با تخلص موگم با از نام کوچکار بدمن از نام گنجینه بانو سرنده خوشاواز و کوچکار بدمن یعنی که گروه موگم بود تیجی به همه شما سلام و درودی به پایان ما را بپذیرید در سال نوی میلادی به همه شما بردباری ها مهر و محبت یعنی که موفقیت پیشروی تمنا داریم و گفتن هم که میخواهیم که در 2020 چی آرزویی که در 2019 عملی نگشته بود بگذار عملی بگردد بله سلام موگامبو همین میگن که در سال نوی 2020 با سرود یعنی با آهنگ تبریک کردن نکن مردمی با سرودن ما گوش کن با کوچکار بدمن من یعنی که آهنگش می نوازم شما ششمخوخه تبریک نمیشوه شما هم که اگر با آهنگ تبریک میکردیم بسیار بهتری میشید سلامت باشین حتما کوشش میکنیم سالی نوی میلادی بر همتون مبارک سالی نوی میلادی بر همتون مبارک کوچکانی روی دنیا سالی 90 مبارک هرچند که سالی 90 مونست به خاطر در آمدن 2020 همه شما رو تبریک میکنیم انا که من من چند بودم اوزمون؟ قیم 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 بیا ای بلند نگیرین که کم تا زور میوشن سالینا مبارک هم دیارانی عزیز سالی نوی 2020 مبارک باز هم یک باری دیگر مبارک ای جانشن صدا دار خسته این لحظه بانوی خوشخیران بانوی زیبایی که در پهلوی ما نشسته است گنجینه بانو چقدر زیبا چقدر بناز است چقدر صدای خوب دارد و از گنجینه بانو خواهش میکنیم که بهر کل مردم تاجیک
یک سرود سال نو رو تبریک کنم برام. یکی بگم با من بفوره که همین دختره با آهنگ ایرانی با آهنگ باشه. ایرانی گنجینا گفتی ایرانیا باشه. باشه قبول اوه. این دیسکی نمیشه من توپسی پیاری که گفتم هر چیزی که شما میخواید بشم. سالی نو آمد شاد و غذاخوان تبریک سازید آن را رفیق کن لا 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 بهترین برام تمیز بگم با چوکا قبصک بزنید بیشتر که شب نیست.